برای اینکه این هفته خوبی رو داشته باشی با تاروت فرشتگان ببینیم چه پیشنهادی میده که بتونی بهترین هفته رو پشت سر بذاری. یک کدوم انتخاب کن، ماه، چشم یا خورشید. چشم میشه ترکیب 2 کارت، هر کدوم به دلت افتاد. اگه ماه رو انتخاب کردی، تو این هفته باید برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشی، یه هدف داشته باشی، 100 تا کار رو نخواه انجام بدی. تصمیم گیری درست کن. روی مسائل احساسیت خیلی عجله نکن، برای وارد شدن رابطه اصلا بهتر عجله نکنی و احساسی با چیزی برخورد نکنی. تمرکزت روی کارت باشه، رو هدفت باشه و یه جوری برنامه‌ریزی کن که این هفته کاراتو تموم کنی. سعی کن یه چیزی رو یاد بگیری، مثلا تو اون هدفی که داری قدرتتو بالاتر ببری، یادگیریتو قوی تر کنی. اما اگه خورشید رو انتخاب کردی، باید این هفته خاطرات قدیمی و اون حس ناستالژی و گذشته رو رها کنی. تصمیم گیریات باید برای امروزت باشه، از امروز به بعدت باشه. اصلا نباید اجازه بدی که افکار گذشته، فکر و خیالای منفی گذشته زندگی الانتو به هم بریزه. احتیاج به یه تمرکز کاملا پاک و سالم و هدف گذاری درست داری و باید هر موضوع واقع بینانه نگاه کنی. اما اگه چشم انتخاب کردی که میشه ترکیب هر دوتای اینا، باید تو این هفته کلن گذشته‌ای که داشتی به عنوان یه تجربه ببینی و ازش به عنوان پله پیشرفتت استفاده کنی. خودت نباید درگیرش کنی، انرژی تو باید بذاری برای آینده بهتر و زمان حالی که الان داری. اقدام باید داشته باشی، اون ایگوها و تابوهای قدیمی تو کاملا میذاری کنار، صبر داشته باش، یادگیری تو بالا ببر و روی یک برنامه ریزی درست که قابل اجرا باشه تمرکز کن و سعی کن تا آخر هفته تمومش کن.